سلام دوستان، به چنل مرغداری و طبیعت کردی خوش اومدین. قضیه از اونجایی شروع شد که من رفتم از بازار واسه یکی از بچه های خونه 3 جوجه رنگی گرفتم. اینا همون جوجه رنگیان که بزرگ شدن. حالا با یه سری رژیم غذایی مناسب واسه شون اینا خیلی سرحال موندن و زندگیشون رو ادامه دادن تا شدن اینا. و تو این چنل همه رازایی که مرغاتون سرحال بشن، خروساتون خوب حجم بگیرن، من همه اینا رو واسهتون میذارم. و این که عکس جوجه رنگی ها میذارم، میبینیم که یکی از اونا جلوتر علامت میزنن، اون زیر ماشین متاسفانه و جونشو از دست داد. همین سبزه بود که جونشو از دست داد. و باز تو ایده‌های بعدی این نارنجی و قهوه‌ای که بزرگ شدن و سفید و قهوه‌ای شدن ازشون جوجه میخوام بگیرم و عکس و فیلم و نوع نگهداریشون رو براتون خواهم گذاشت. مواظب خودتون و دلای خوبتون باشین.